آیا مثال همین من که مسلمان هستم خودم، من میتوانم که پیروی از قانون غیر الله کنم. مثال گیرم اگر قانون دموکراتی، قانون مثال جمهوری خواهان یا که دیگر کمونیسم میگویند، همین جور چیزا. مثال گیرم از قانون دموکراتی، پارلمان است. فکر میکنم خدا هست، چون که اگر پارلمان گوید که همین پنج زن گرفتن جایز است، یعنی مردم میگیرن، پیروان قانون دموکراتی میگیرن. ولی الهی مهربان میگه که تا 4 زن گرفتن ممکن است، یا که گوید زنا ممکن است، مردم هم طرفدارانش زنا میکنن. آیا من اگر پیروی از همین دموکرات یا که پیروی از همین قانون غیر الله کنم، من از این خارج میشوم؟ این یکم سوالم بود. این خب سوالهایم امی بیشتر یک میدونم که وقتی سوالتون رو دیگران جواب اونگه. گوییم برادر، یک سوالتون رو جواب گوییم. یعنی وقتی شریعت برای شما یک گناه اعلان کرده است، برای وی جزا اعلان کرده است، حرام کرده است، یک قانونی وضعی، قانونی که یک عقلی کوتاهی آدمیزاتی که آدم خور است، پدافیل هست، همین ها قانون برارده است. قانونی همون که عمل میکنه ضد قانونی الله تعالی، اونایی که دم از حقوق بشر میزنن و دم از آزادی میزنن، دم از حقوق حیوان میزنن، اینا بدترین آدم‌ها خداشون. چقدر قانونی و های پیروی میکنه و کفر است های قانون. شما باید به حلال کرده، شما مسلمان حتی کافر هم باید شریعت اسلام که کار کند. این شریعت برای فقط مسلمانان، برای همه، همین دنیا 8 میلیارد آدم همش امتی محمد صلی الله علیه و سلم است. امتی پیامبر صلی الله علیه و دو خیل است: امتی دعوت و امتی اجابت. امتی دعوت این است که پیامبر صلی الله علیه و سلم وظیفه دار بودند که همه همین مسلمان شوند. وظیفه پیغمبر صلی الله علیه و سلم دعوت کردن تمامی همین آدمایی که در روی زمین زنده هستن، همین به اسلام دعوت کردن بود. از نال شروع کردن، از صفر آمدن. خدیجه را دعوت کردن، قبول کردن. ابوبکر را دعوت کردن، قبول کردن. خیلی ابوبکر کافر هم نبودن، لیکن خدیجه در دین قومشون بودن، قبول کردن. زید ابن حارثه پسر خواندشون بود، دعوت کردن، مشرک بود، قبول کرد. همین گونه، یعنی همین آدم هایی که در مکه بودن، اینا کافر بودن، مشرک بودن، بت پرست بودن. اینا دعوت کردن، دعوت کرده اینقدر کردن در مدت 23 سال. بعد وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم همین وظیفه بر دوش علما و طالب علمان است که مردم رو دعوت به این دین مقدس اسلام کنند، همچون وظیفه پیامبر صلی الله علیه و سلم. ان العلماء ورثه الانبیاء، علما میراث پیامبران هستند. عیناً وظیفه پیامبر صلی الله علیه و سلم رو اینا اجرا میکنند. یعنی ما فقط دعوتی ما باید به مسلمانان نباشد، همه رو باید دعوت کنیم. اینا در امت اجابت هست، امت دعوت هستن. یعنی این همین 8 میلیارد که زنده هست، ما مسلمان ها و اهل علم وظیفه دار هستیم که دعوت کنیم. اما آنهایی که دعوت اجابت کردند، قبول کردن، اینا امتای اجابت هستند، امتای پیغمبر صلی الله علیه و آله هستند که دعوت قبول کردند. خلاصه یعنی شما یگان قانونی آدمی که ضد قانون شریعت از یک چیزی که الله حرام کرده است و یا حلال کند و یا اجرا کنید، گناهکار میشید. مثلا زنا حلال است در دیگر دولت ها، زنا کنید جنایت نیست، شما گناهکار میشید. نمیگید که من طبق قانون کار کردم، قانون حساب نمیشه. بله.